چرا یک خواهر از برای درس خواندن خود پنهانکاری کند، خجالت شود، ترسد، در حالی که یک نفری مثلا دزد و فریبگر و نمیدونم حرامخور دیگر زنهای هستند که آشکارا این کار خود را میکنند. برای درس خواندنتون برعکس، یعنی از این بفخرید و از این بتوانید حمایت کنید. یعنی تا حدی که به خانواده خود، من نمیگویم با دولت و با حکومت بجنگید، نه، در داخل خانه خود چرا در همین مسئله مبارزه برده نمیتوانید؟ گفته نمیتوانید که من چیکار کرده استادم؟ مگر من بازار به بازار میگردم؟ مگر من رقص به رقص میگردم؟ مگر من در خرید و در اسراف و یا در خیانت تویم؟ من کاری که میکنم الله هم رو میشناسم، کاری میکنم به قدر تو برسم، به قدر خودم برسم، آخرتم رو آباد کنم. من چیکار، اصلا چی گناه دارید که شما از آن باید بترسید و پنهان کنید و مشکلی شود؟ یعنی خواهرا در این مسئله انسان باید شجاعت داشته باشد. یعنی شما کار در راه حق، مگر شجاعت، اگر ما در راه حقی که هستیم شجاعت نکنیم، در این باره مبارزه برده نتوانیم، پس از چی چیز گله؟ میبینید که یک سراینده، یک رقاصه، یک بدبخت حرامخور حرامکار میگوید من در همین راه هم هستم، نمیگردم، از کسی نمیترسم، من حتی از بحر همه چیز میبرایم. ما در راه حقی هستیم که اصلا یگان، یعنی ذره شبهه نیست که ما در خطا باشیم، باز میترسیم، باز از آن مبارزه برای نمیتوانیم. یعنی چیکار کنم که دروغ گویم، چیکار کنم که نفهمن؟ خیلی زیاد هستن راستی خواهران استانبول که مثلا با من شخصا و میخورن در همین ترکیه، میگن با شما صحبت کردنم رو بهترش کسی نفهمد امانت است. سبحان الله. یعنی از چی قدر میترسید؟ چرا این قدر ما یک ضعیف هستیم؟ من که دیگر از مردم ناامید هستم. خواهران عزیز، شما در این راه، در این کارتون، یعنی نباید این کنه ترسو باشید. استاد جان، از طرف حکومتی برای من بسیار خانواده خدمت خانواده شوهرم کشوکش کرده. مسئله گفته استادم که عموم موضوع نه، مسئله بالا باشد که شما زورتان نمیرسد دیگر چیز، اما مسئله خانه باشد میتوانید بگوید دهانتان رو پوشید، در این باره گپ نزنید. من با هم خاطر میگم کم تا پنهان کنم که درسم پنهان کنید با که ندارد، پنهان کنید با که ندارد، اما دروغ نزنید.